سلام. این دفعه براتون برنامه داریم درباره دوره همی مستیک و پر از صوتی آیت الله BBC. بله، درست در روزهای نزدیک به سالگرد قیام 401 که رژیم اقدامات گسترده ای رو در داخل ایران برای ایجاد جو رعب و وحشت شروع کرده، از اخراج اساتید و دانشجویان تا بازداشت و احضار دانشجویان تا بازداشت خانواده‌های شهدای قیام و خلاصه خط و نشون کشیدن برای ملت که یه وقت دوباره کسی توی خیابون نیاد، همپای این اقدامات و برای اینکه کسی یه وقت به سمت نیروی اصلی خط سرنگونی که مجاهدین باشن گرایشی پیدا نکنه، جدا از تبلیغات نجومی که در رسانه‌های خودش علیه مجاهدین راه انداخته، از مددرسان همیشگی آخوندها یعنی آیت الله BBC هم خواسته که یه کمکی بهش بکنه. احتمالاً گفته برنامه ما رو که به جز بسیجی خودمون کسی نگاه نمیکنه، اگه میشه شما یه برنامه براشون برو. آره، نفرشم خودمون بهت میدیم که بیاد همون حرفی ما رو اونجا بزنه. و اینطور شد که آیت الله BBC این بار یه نمایشی رو روی پرده برد که به نسبت همه برنامه‌های قبلیش یک رکورد شکنی بود، چون همه استانداردهای قبلیش رو کنار گذاشته بود. نه 80-20 نه 90-10 فقط علیه مجاهدین. شما فقط سوال اصلی برنامه رو داشته باش. با مجاهدین خلق چه رفتاری باید پیشه کرد؟ اعضای مجاهدین افرادی هستند که به دلیل شستشوی مغزی عاملیت سیاسی خود را از دست دادند یا سرمایه‌های مملکت هستند که باید راه دیالوگ با آنان را باز گذاشت. دقت کردی؟ یعنی الان کاری به مشکل اصلی مردم نداره که یه حکومتی اونجاست و داره یه ملتی رو 40 سال بدبخت میکنه. میگه با مجاهدین خلق چی کار باید کرد که تمام عمرشون رو گذاشتند که همون حکومت رو براندازی کنند. صورت مسئله برنامه هم اعضای مجاهدین هستند که بالاخره شستشوی مغزی شدن و به قول موفق الربیعی و مالکی و قاسم سلیمانی دیگه دیالوگ با اونها جواب نداره و بعد کارشون رو بیخی ساخت و همشون رو زیر زرهی انداخت، یا هنوز با دیالوگ میشه اونها رو به راه راست شیخی و شاهی ارشاد کرد. از 1 ساعت برنامه 59 دقیقش فقط در مورد همین سوال بحث میکنن و به رژیم و اون چه که با مجاهدین از جمله در همین برنامه میکنه کاری ندارن. آقا خانم، تو شستشوی مغزی شدی، من میخوام نجاتت بدم. اگر اینا از اون حالت شستشوی مغزی بتونن خارج بشن، به دلیل اینکه رهبری سازمان اعضایش رو شستشوی مغزی داده و حتی اونی که شستشوی مغزی شده هم میتونه تأثیر بپذیره. تو شستشوی مغزی شدی ولی خودت تغییر بده. تو مغز اونجا که الان اسیر هست بگیم که شما شستشوی. وزارت اطلاعات بریتانیا و وزارت خارجه بریتانیا همزمان این رادیو رو راه میاندازن. در دست وزارت اطلاعات کارمندها با نظر وزارت اطلاعات انتخاب میشن و هدف به هیچ وجه هدف یک رسانه معمولی نیست. در پاسخ به این سوال که چی شد که BBC دفعه دلواپس مغزشویی اعضای مجاهدین شده، خود مجری BBC نگرانیش رو در همین برنامه به زبون خودش میگه. آیا مجاهدین تلاش نکردند در جهت تنش افزایی بین ایران و اروپا و آمریکا؟ فارغ از این که دولت‌ها چی هستن، ایران اگر بخواد وارد یک روند تغییر بشه، هر اسمی میخواید بگذارید، چه سرنگونی، چه براندازی، چه گذار، چه اصلاح، لازمه که بین ایران و غرب حدی از تنش زدایی صورت بگیره. تلاش مجاهدین عکس این نبوده تا اونجایی که ممکنه تنش رو بیشتر کنن بین ایران و غرب؟ بله، برای سرنگونی لازمه که بین رژیم و غرب تنش زدایی صورت بگیره؟ اسکول چیزی هستی تو؟ شما این فرمول رو بده جلوی فیلسوف که فلسفهش رو بفهمه، صوفش میریزه فقط فیلش میمونه. آخه وقتی رژیم داره با سپاهش مردم رو به گلوله میبنده، میگیره، ساشمه میزنه، تمام ایران میگن سپاه باید بره تو لیست تروریستی، سپاه رو تحریم کنید، به آخوندا 6 میلیارد دلار پول ندید، سفارتش رو ببندید. کی دنبال تنش زداییه؟
پس به نظر میاد که مجاهدین چوب لای چرخ و مانع سیاست مماشات شما شدند که این روزها در حال واسطه‌گری و چفت و جور معاملات با آخوندها بودید که بعد دنبال این برنامه رفتید ها؟ متمرکز شدیم روی بحث آزادسازی پولهای ایران در کره جنوبی. یک مذاکرات غیر مستقیمی بین ایران و آمریکا در اونجا شکل گرفت با وساطت انگلیسی‌ها. روی جهت انگلیسی‌ها خودشون یه فرایندی تو این موضوع با ما داشتن، به همین جهت چون عضو 4 به علاوه یکم بودن، اینا واسطه ما و آمریکایی‌ها شدن. بله، از 28 مرداد هم تو خاطرمون هست که مزه نفت ایران زیر زبون انگلیسی‌ها مونده و کم توطئه علیه مردم ایران نکردن تو این سالیان. از اینکه فقط بعد از کودتا و سقوط مصدق خواب راحت کردند تا سفارش خیلی محرمانه به شاه که بهترین جواب برای دکتر فاطمی اعدامه و سفارش عالی جناب سفیر انگلیس به تیمور بختیار فرماندار نظامی بعد از کودتا که در اولین فرصت مشتی به دهان فاطمی بکوب تا بداند هیبت امپراتوری بازی کردنی نیست. حالا برای چماق کردن توی سر مجاهدین این بار آیت الله BBC کی رو آورده بود؟ یه مزدور لو رفته نخنمای مستعمل خس شده دست و پاشلفتی بی سواد به اسم باقروند که انگار نه انگار که مجاهدین میشناسنش، خودشو مسئول مجاهدین در انگلستان زیر نظر مسئول اول و مسئول پاکستان و ترکیه و جابلقا و جابلسا معرفی میکنه. برای من جالبه ببینم چی گفته. اون الفاظ خیلی مهمه. اگر میتونید پیدا کنید، اگر نه من رو میکنم به خانم سطوت در حالت میخونم. خب به نظر میاد باید منتظر شیم شما. بله بسیار خوب. من سوالی از خانم سطوت خواهم کرد. من نمیخوام از معروف امریکایی آقای پورتو آلجاندرو از دانشگاه ویسکانسین اونجا نوت کنه. اساساً یکی از حالا من این برای اینکه بحثم چیز نشه، حالا حرفم اینه که بعد حالا اگه بس حالا میخوایم با خود سازمان حرف بزنیم. احمق. از صحبتشون تو این برنامه هم کاملا پیداست که سناریوی سفارشی این برنامه رو از قبل کاملا با هم هماهنگ کردن، چند بارم تمرین کردن، ولی توی صحنه اینقدر این طرف شوت مشنگه که مجری BBC هی مجبور میشه دم به دقیقه بهش تقلب برسونه. شما به من گفتید که در عراق در دانشگاهی که مجاهدین در اون مقرشون اردوگاهشون داشتن تدریس میکردید. این معنیش اینه که در این دانشگاه کتاب میخوندن دیگه. کتاب نه، منظور کتاب که میخوندن. منظور شما اینه که هر کتابی رو نمیتونن بخونن. حالا اولین تلاش BBC اینه که از هیچی کاچی بسازن. این تلاش میکنه تا میتونه این مزدور بنجل رو باد کنه و یک تریلی عناوین بهش بچسبونه که هر کدومش یک آفساید جداگانه میخواد. چون که یارو رو بندازی سطح زباله پس میفرسته، بعد اینجا خرج میکنه که تا روز آخر مسئول شاخه اینور اونور دنیا بوده. اگه میخوای بدونی رزومه این طرف چی بوده، من از روی سند برات میخونم. کتابی که 2 سال پیش چاپ شده و BBC هم میتونست با یه سرچ ساده گیرش بیاره. این آقا رو 20 سال پیش از سازمان مجاهدین اخراجش کردن. 7 سال قبلش تو سال 75 مرداد ماه میگه من تو مبارزه کم آوردم و بعد هم با دست خط خودش نوشته که مبارزه مسئله من نیست و بریدم. اما 2 ماه بعد دوباره میفته به التماس که تو رو خدا من رو به عنوان عضو مجاهدین بپذیرید. دوباره سال 81 نزدیکای جنگ آمریکا که داشت شرایط سخت میشد دستاش رو بالا کرد که بهش حکم اخراج دادن که بیا برو و بعد هم با دستخط و امضای خودش گفته که قبول دارم و تایید میکنم. دست آخر هم بعد از جنگ و بمباران دیگه ته میکشه و میره تیف. اونجا هم یه سال نمیکشه و میره ایران زیر عبای آخوندا که البته BBC این قسمت رو به روی نامبارکش نمیاره. نه اینکه ندونه ها، چون این موجود قبلا تو سایت‌های اطلاعات داستان ورودش به ایران رو گفته بود. ما را مستقیم بردند به تهران در خارج از کرج در یک محل مربوط به پیشاهنگ ها. بخوانید قرنطینه امنیتی وزارت اطلاعات مستقر نمودند.
از همه ما خواستند ضمن نوشتن اینکه ما چه کسی هستیم و خودمان را معرفی کنیم، آنچه در مورد سازمان در 2 سال گذشته می‌دانیم بنویسیم. اطلاعات بسیار کاملی از سازمان داشتند. محورهای بازجویی را می‌دادند که باید می‌نوشتیم. تهدید کردند که ما اطلاعات زیادی داریم. اگر دروغ بنویسید برایتان عواقب خواهد داشت. پس طرف از سال 83 توی ایران بوده. بعد از همون توی ایران هم شروع کرده به قلمزنی برای سایت‌های اطلاعات و مرتب مطالبی رو علیه مجاهدین به نفع آخوندها توی سایت‌های اطلاعات چاپ می‌کرده که سال 86 توی سیمای آزادی براش یه برنامه رفتن. یکی از این افراد معلوم الحال فردیه به نام داوود باقروند. این فرد که از مدت‌ها قبل مایه‌های مبارزاتیش ته کشیده بود و تاب و توان مبارزه را نداشت، بعد از اینکه پشت به جبهه خلق کرد، بعد از اینکه خودش رو به رژیم فروخت، آموزش دید و اخیراً من دیدم که اومده تو بعضی از سایت‌های وزارت اطلاعات ترهاتی از قبیل تحلیل در مورد مقاومت، استراتژی و دروغ پردازی‌های وزارت اطلاعات و تحت این عناوین بر علیه مقاومت ایران و مردم ایران علم کرده. چند وقت پیش موضوعی رو به قلم مزدور داوود باقروند تحت عنوان خاطرات خوندم که سایت‌های وزارت اطلاعات اونو با آب و تاب تمام منتشر کرده بودن. واقعیت اینه که من این مزدور رو هم وقتی که تو خارج درس می‌خوندم میشناختم و هم وقتی که وارد ارتش شدم. و نکته‌ای که همواره از این مزدور تو ذهنم برجسته بود این بود که این مزدور هیچ گونه سنخیتی با مجاهدین و ارتش‌های اونا نداره. خلاصه این موجود 9 سال تو ایران زیر دست اطلاعات شاگردی کرد و اونقدر براشون خوشرقصی کرد که تونست نظر اونها رو به خودش جلب کنه تا برای ادامه مأموریت به خارج کشور بفرستنش. حالا مزدوری که رفته ایران اگر زغال بوده جزغاله شده دیگه، چون وقتی که بیاد خارج همه میفهمن که این در همدستی با خود رژیم اومده خارج، وگرنه چطوری؟ حالا برای اینکه اینو ماله کشی کنه این سناریو رو در میاره تا ژست مخالف نظام بگیره، ژستی که البته فقط به درد آیت الله BBC میخوره تا بگه سگه انشالله گربه است. از طرف دفتر ریاست جمهوری ابلاغ شد چند ماه فرصت داری که کشور را ترک کنی، که مجبور شدم در خرداد 1392 ایران را ترک کنم. با این سطح از سناریوسازی باسمه‌ای باز جلوی این سقراط محسوب میشه. ببین این رژیمیه که 2 تابعیتی رو گروگان میگیره نمیذاره از ایران خارج بشن، به همه حکم ممنوع الخروج میده. بعد به تو که رسید اونم نه هیچکی دیگه، از خود دفتر ریاست جمهوری گفتن بیا این پاس این تیکت تو برو خارج کشور که یه وقت اینجا بهت فشار نیاد. حالا پاش که به خارج میرسه میبینیم که خیلی خودجوش در کنار سایر مزدوران پیشانی سیاه اطلاعات فقط به شیطان سازی علیه مجاهدین مشغوله، کار دیگه هم نمیکنه. از این جلسه به اون جلسه، جمعشون هم جمعه. ادبیاتش هم عین ادبیات خبرگزاری سپاه. نگاه کن تو فیسش گفته برخورد عادلانه جمهوری اسلامی با شقی‌ترین دشمن. قاسم چکش هم مثبته، با بازنشر دل و قلب رفتن اردشیر زاهدی برای سلیمانی توی فیسبوکش. یعنی یک مدافع تمام عیار حکومت آخوندی که اینجا به جای شبکه افق اومده توی BBC نشسته تا همون خط دفاع از ولایت و تخریب مجاهدین رو پیش ببره که البته BBC به سوابق این موجود هیچ کاری نداره. تاریخن با ملاها مغناطیسی، وقتی دیکتاتور میخوره به پیسی، تو فتوای سرکوبو مینویسی. حالا یه همچین موجودی که معلوم اولین بارم هست که پاش به استودیو یک تلویزیون باز شده و هول کرده و دست پاچه شده که چطوری باید سناریوش رو اجرا کنه، ببینید که چه مهملاتی روی میز میاره. به طور مشخص این الفاظ رو به کار میبره. شما گفتید ولی فقیه، ولی چنین لفظی رو به کار نمیبرن. این تحلیل شماست دیگه. نه خیر، الان من از نشریه مجاهد دارم که سال 58 این دستگاه سیاسی که الان موجوده
یعنی یک رهبری و یک رئیس جمهور رو سال 58 دقیقاً تصویر کرده. ولی فقیه رو در شیعه مورد تایید قرار داده و گفته لزوما نباید مؤمن باشه. این بحث سال 58 بسیاری از افراد، جریان‌ها، سازمان‌های سیاسی طرفدار ولی فقیه بودن که ظرف 2 3 4 10 سال به کلی به خصم اون تبدیل شدن. 58 که الان نباید معیار رفتار شما با مجاهدین در 1402 3 4 باشه. برای کسایی که بیرون هستن این حرف درسته. یعنی در واقع این توهم وجود داره که خب اون موقع بودن و خیلی تغییر کردن، ولی سازمان مجاهدین چون همون که میگم نیروی سیاسی نیست که تغییر کرده باشه، متحول شده، یعنی همون سازمانه. میبینید که مجری BBC و باقروند چطوری با هم پاسکاری میکنند تا به ثبت بدن که مجاهدین از سال 58 تا الان طرفدار ولی فقیه بودن. انگار به بعضی تو دبستان به جای الفبا حرامزادگی یاد دادن. خب ببین، تو که نشریه مجاهدین نشون ندادی، ولی ما اینجا همه چی رو نشون میدیم. تمام دعوای خمینی با مجاهدین سر همین بود که چرا مجاهدین با حاکمیت ولایت فقیه مخالفت کردند و شرکت در رفراندوم قانون اساسیش رو تحریم کردند. از همون روز اول مجاهدین سر حاکمیت مردم در مقابل ولایت فقیه سفت وایستادن و این رو قبل از تصویب قانون اساسی هم در چندین اعلامیه و نشریه اعلام کردند. اعلامیه داره سازمان مجاهدین که میگه قانون اساسی باید ضد استبدادی باشه، ضد استعماری باشه، یعنی آزادی و استقلال. فرم حکومتی باید شورایی باشه، نه ولایت فقیه. که مجاهدین 15 آبان 58. بعد داریم تو نشریه مجاهد 28 آبان 58 که میگه آقا مجاهدین از دادن رأی مثبت به قانون اساسی معذورن اگر این موارد رعایت نشده باشه. چی؟ تصریح حاکمیت مردم که جملگی خلیفه و جانشین خدا در زمینند. یعنی برخلاف اون که میگه ولی فقیه جانشین خداست، میگه همه مردم خودشون میتونن تصمیم بگیرن، میتونن ارادهشون رو با انتخاب یک مجلس برای اداره مملکت نشون بدن. خب از اونجایی که همه میدونیم چنین چیزی در قانون اساسی نیومد، مجاهدین قانون اساسی ولایت فقیه رو تحریم کردند و بهاش رو هم پرداختند که خمینی فتوا داد که هر کسی به قانون اساسی رأی نداده نمیتونه توی انتخابات ریاست جمهوری کاندید بشه. یعنی از همون روز اول تا الان مجاهدین از مبارزه برای رسیدن به حاکمیت مردم و به زیر کشیدن ولایت فقیه دست بر نداشتند. آیت الله BBC هم به دلیل سابقه 58 ساله مجاهدین خیلی خوب میدونه که مجاهدین با استبداد و وابستگی یعنی شیخ و شاه شوخی ندارند و به قول خمینی 1 در 1000 هم احتمال دیالوگ باهاشون در این زمینه نیست. من اگر در 1000 احتمال 1 احتمال میدادم که شما دست بردارید از اون کارهایی که میخواید انجام بدید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیام. لازمم نبود شما پیش من بیایید. خطراتی که از ناحیه منافقین به جامعه اسلامی و انسانی میرسد با هیچ خطری قابل مقایسه نیست. کسانی که حتی یک روز حکومت امام و حکومت نظام اسلامی را از بن دندان قبول نکردند. یکی از شاه دروغ‌های این برنامه که همه چیز رو روش سوار میکنند بحث مغزشویی اعضای مجاهدینه. اینجوری شروع میکنید که آقا خانم تو شستشوی مغزی شدی، من میخوام نجاتت بدم. روی کرده شما اینه دیگه. آیا این نتیجه میده یا اینکه به گفته ایشون شما باید بگید که من تو رو به عنوان یک عنصر مؤثر در یک روند دموکراتیک به رسمیت میخوام بشناسم و وارد دیالوگ باید بشم، تو عاملیت انسانی و عاملیت سیاسی داری، کدوم یک نتیجه ممکنه بده؟ قطعاً اگر اینا از اون حالت شستشوی مغزی بتونن خارج بشن بعضاً میتونن وارد یه همچین فرایند دموکراتیک و بازسازی بشن. این حالت شستشوی مغزی که میگه دقیقاً چجوریه؟ یعنی الان من مثلا تو حالت شستشوی مغزی هستم، بله،
بینندگان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید من الان تو حالت شستشوی مغزی قرار دارم و نمیتونم دموکراتیک باشم و نمیتونم از این فضا خارج بشم. خب پس میریم یه تماس بگیریم با یک متخصص شستشوی مغزی تا ببینیم که چجوری میتونیم دموکراتیک رو ازش بیرون بکشیم و از ایشون بپرسیم که چه الزاماتی رو برای شستشوی مغزی خوب توصیه میکنند. بله، برای شستشوی مغزی موفق ما از اینا استفاده میکنیم: هدفون شلنگی که میبینید بسیار محکم با دوام، بعد تاید شوما به اندازه 1 قاشق چایخوری لازم هستش برای اینکه شستشو بده، به اضافه فرچه مخصوص برای جرم زدایی و دیگه همون کارهای دیگه که میدونید. برای شروع تاید رو در مخزن میریزی، میبینید میگید که شیر رو باز کنم تا آب وارد مخزن بشه. اکبر آواز کن. نه قرمز نه، آبیه رو باز کن. مگه میخوای کله پاچه بدی؟ بله، همینطور که میبینید بسیار این پروسه خیلی راحته، اصلا خطری نداره. البته موجوداتی مثل باقروند و آیت العزاده های کنار دستش اصلا هیچ خطری متوجه اونها نیست، چون اونها به قول دکتر هزارخانی چیزی برای شستن اصلا ندارن. خلاص. حالا مشکل BBC اینه که همه اعضای مجاهدین مغزشویی شدن ولی نمیشه از این حالت مغزشویی خارجشون کرد چون قطعاً. برخورد سازنده چیه با یه عضو مجاهدین؟ گفتن تو شستشوی مغزی شدی ولی خودت تغییر بده، یا یک روند طولانی دیالوگ با این سازمان به طور کلی که به اینها فهمونده بشه که اینها میتونن از نظر سیاسی، اگر نه به گفته ایشون از نظر شخصی تغییر کنند. ای کاش اون اصلا اون حتی اون برخورد مخرب که شما میگین که میشد به عضو سازمان گفت آقا تو مغز اونجا که الان اسیر هست بگیم که شما چرا همچین اطلاعاتی به دست نمیاره، چون قطعه این، یعنی اصلا همچین امکانی، یعنی صدای شما هم به اینها نمیرسه مطلق اونجا اینها هیچ سایتی هیچ از تمام این جریانای. وای پسر، ما قطعیم خودمون خبر نداریم. یعنی همه مجاهدین که تو کشورهای مختلف دنیا پراکنده هستن، تو آمریکا، آلمان، فرانسه، اشرف، ایران، همه جا قطعن. یعنی منم که الان دارم صحبت میکنم اصلا ندیدم این کلیپ رو، همینجوری دارم این حرفا رو میزنم. همه قطعن، فقط اینا وصلن. فقط سوالی که پیش میاد اینه که پس این مقامات رژیم که هر روز از دست مجاهدین مینالن، اینا چی دارن میگن؟ خطر سازمان مجاهدین بسیار بیشتر از قبل شده. در رأسش گروهک منافقین که بیشترین نقش رو در سازماندهی این حوادث او کار انجام میداد و دشمنان ما بودند و سازماندهی در داخل میکردن. گروه منافقین که هنوز هم دست بردار نیستند. همین اخیر اطلاعیه‌ای که از سوی یکی از نهادهای امنیتی مطرح شد این بود که اینها با برنامه‌های فضای مجازی تشویش اذهان دارند، افکار رو متشنج میکنن، دروغ پخش میکنن، شایعه پخش میکنن. اون لشکر سایبری که تشکیل دادن روزانه 1000 خردی نفر می نشینن که فتنه ایجاد کنن. ولی قطعا از همه سایت هم قطعا. بله قطعا. خب یکی دیگه از گله های این دایه های دلسوزتر از مادر توی BBC کتاب نخوندن مجاهدینه. آخ بمیرم. اگه سرمایه اجتماعی اینه، سوال اینجاست، این افراد یا این افرادی که به عنوان سرمایه اجتماعی میپذیرند، خب 40 سال از حق خوندن هر کتابی، حتی یک خط کتاب محروم باشن. میپذیرند خوندن حتی یک خط کتاب. بله. شما به من گفتید که در عراق در دانشگاهی که مجاهدین در اون مقرشون اردوگاهشون داشتن تدریس میکردید.
معنیش اینه که در این دانشگاه کتاب میخوندن دیگه. کتاب نه، منظور کتاب که میخوندن. منظور شما اینه که هر کتابی نمیتونن بخونن؟ نه که آخه بله، پس 40 ساله که مجاهدین حتی از خوندن یه خط کتاب هم محرومن. چقدر دردناک. بریم سر بزنیم به محل استقرار مجاهدین تو این سالیان. از روز اول ارتش آزادی بخش دسترسی به کتاب و کتابخونه وجود نداره. بله، در اشرف یکچی نوشته کتابخانه مرکزی، احتمالاً فتوشاپه، نمیتونه واقعی باشه. و میبینیم که افراد به کتاب دسترسی ندارن. بله، میبینیم لیبرتی، این تصاویر هم حتما سالن ورزششونه و کتابی توی تصویر دیده نمیشه. بله، باز هم کسی دسترسی به کتاب نداره. یه ختم کتاب کسی نخونده. در اشرف 3 هم که کاملا محرومن همه. بگذاریم که الان تو عصر دیجیتال ملت کتاب PDF میخونن و کسی که به اینترنت دسترسی داره میتونه از بین میلیون ها کتاب جستجو کنه. بگذاریم همین که آیت الله BBC میگه قطعاً. حالا کل این 1 ساعت اراجیف به طرف، تنها جایی که این یارو باقروند میخواد یه فیلی هوا کنه و یه اظهار فضلی کنه و یه پوز منم خودم کتاب خونم بده، جاییه که میاد در مورد بحث سرمایه اجتماعی از یک جامعه شناس نقل قول کنه. این تیکر رو داشته باش. فقط هیچ راهی باز نمیگذارید، همه چیز فکر میکنید مسدوده برای این که اینها به یک روند دموکراتیک بپیوندن یا وارد بشن. حرفتون بسیار بسیار صحیحه. اصلا تمامی به اصطلاح انگیزه های ما در واقع نقد سازمان مجاهدین برای نجات این افراد که من مخالفم که به عنوان سرمایه اجتماعی ازشون نام ببریم، دلایلم خواهم گفت. مخالف اون هستید. وقتی به عنوان سرمایه اجتماعی کسی صحبت میکنیم، من تعریف سرمایه اجتماعی رو از به اصطلاح یک جامعه شناس معروف امریکایی آقای پورتو آلجاندرو از دانشگاه ویسکانسین اونجا هست، میگه که سرمایه اجتماعی کسیه که علاج همه مشکلات جامعه مدرن باشه. دانشگاه کجا؟ ویسکودانسینگ؟ پورتو آلجاندرو از دانشگاه ویسکانسین. طرف تا دیروز خاکشیر رو با آفتابه سر میکشید، حالا اومده اینجا مثلا بحث علمی بکنه. اومده یه جمله نقد قول کنی، 6 تا گل به خودی زدی. اولا که پورتو آلجاندرو نداریم، اسمش هست آلخاندرو پورتس. اگر عقلت میرسید اینو سرچ کنی، ویکی فارسی هم داشت. بعد آمریکایی هم نیست، بلکه کوبایی آمریکاییه. بعد اون دانشگاه ویسکودانسینگ نیست، اسمش هست ویسکانسین. یه بار بگو. دانشگاه ویسکانسین. نمیتونی؟ باشه. دانشگاه ویسکانسین هم جایی نبوده که توش درس بده، فقط PhDشو اونجا گرفته. بعد از اون استاد دانشگاه‌های مختلف از جمله جان هاپکینز و پرینستون بوده. حالا همه این مشنگبازیاش به کنار، اصل موضوع اشتباهه. اون داره میگه سرمایه مملکت، این یارو قفل کرده رو سرمایه اجتماعی. حالا چرا؟ الان براتون میگم. این بدبخت که هر چی وزارت بهش بده همونو میگه. این بار خواسته مثلا یه پوز علمی هم بگیره، زده به کاهدون. یه چیزی شنیده سرمایه اجتماعی، رفته سرچ کرده، اولین گزینه یعنی ویکی سرمایه اجتماعی رو کلیک کرده، مطلب رو هم اصلا نخونده که چی داره میگه، همون پاراگراف اول جمله اول رو چاپ گرفته آورده توی برنامه. بعد موقع خوندن تغییرش میده و میخواد این رو ملت غالب کنه که سرمایه اجتماعی این چیزیه که این میگه. میگه که سرمایه اجتماعی کسیه که علاج همه مشکلات جامعه مدرن باشه. در حالی که اگر این مطلب رو مطالعه کنید مشاهده میکنید سرمایه اجتماعی اصلا به فرد و به انسان اطلاق نمیشه. سرمایه اجتماعی کسیه که اصلا ننوشته سرمایه اجتماعی کسیه. شما اگه این مطلب رو بخونی متوجه میشی که سرمایه اجتماعی یعنی روابط اجتماعی، یعنی فعالیت اجتماعی، نه شخص. این یک اصطلاح جامعه شناسیه. همون جمله اول رو اگر میخوند نوشته که سرمایه اجتماعی جهت اشاره به ارتباطات درونی و مابین گروهی استفاده میشه. یعنی سرمایه اجتماعی یه ابزاریه مثل شبکه اجتماعی.
که تو میتونی سرمایه اجتماعی داشته باشی ولی خودت که سرمایه اجتماعی نیستی. مثلا تو میتونی ماشین داشته باشی، میتونی فیسبوک داشته باشی ولی خودت که فیسبوک نیستی. یعنی ببین کلن موضوع رو اشتباه گرفتی. خود آقای آلخاندرو پورتس، نه پورتو آلجوندو که تو میگی، اگه بفهمه که چجوری کتابشو جعل کردی میتونه علیه تو، BBC و پرگارش با هم شکایت کنه. این تو اصلا وارد این بحثی آکادمیک نشو، تو خاطرات بباف، بگو سالن سبز بودم، امام زمان دیدم. پس تا اینجا مشخص شد اونی که به تمام و کمال زیر قبا شستشو داده شده همین مأمور اطلاعاته. اما پرگارچی BBC رو داشته باشید که با اد و اطوار بی‌طرفانه انگار یک بچه ساده 5 ساله است، موظف شده بشینه جلوی یک الدنگ وزارتی و مزخرفات اونو با ژست و فیگورهای فیثاغورسی و ابراز شگفتی‌های تصنعی بالا و پایین تایید کنه. جدی میگی؟ نه بابا، حتما همینطوره که شما میگید. آیت الله BBC دیگه. به رغم همه هماهنگی‌هایی که از قبل با هم کردند ولی اینطور به نظر میاد که اون مأمور مربوطه نصف حرفا رو یادش میره که پرگارچی مجبور میشه خیلی از حرفا رو خودش بزنه و لقمه بکنه بذاره تو دهن طرف. خیلی از نیروهای سیاسی معتقد هستند که عملکرد سازمان مجاهدین در عمل به تقویت جمهوری اسلامی انجام میده. از جنگی که راه انداختند در مرزهای ایران به گفته خودتون کمک به صدام حسین تا سالهای بعد شیوه‌هایی که به کار گرفتن، بگذاریم در سال 60 61 62 چی گذشت، اون جنگ‌های خیابانی. این تحلیل غلطه که مجاهدین نتیجه کارشون فارغ از نیتشون، نتیجه کارشون میشه گفت تقویت جمهوری اسلامی بوده. من عرض بکنم به شما یک مثلثی در این قضایا فعال بوده است، مال امروز و دیروز هم نیست، این سازماندهی شده بوده است. اینایی که عرض میکنم همه قرائن اطلاعاتی دارد، حالا بعضی آشکار حرفای خودشون است، بعضی هم از طرق اطلاعاتی به دست آمده است. یک مثلثی فعال بودن. ضلع سوم پادویش هم مربوط به سازمان منافقین بود، سازمان آدمکش منافقین، پادو اونا بودن. از ماه‌ها قبل اینا آماده بودن. خود رسانه‌های منافقین اعتراف کردن در همین روزها، گفتن ما در ارتباط با آمریکایی‌ها بودیم از چند ماه قبل نسبت به این قضیه که پادویی کنن، سازماندهی کنن، برن این اونه ببینن، کسانی رو در داخل نشان کنن، پیدا کنن که بهشون کمک کنن تا بیان به مردم فراخوان بدن. فراخوان رو اونا دادن. شعار نه گرانی بگذارن. خب این شعاریه که همه خوششون میاد. با این شعار یه عده‌ای رو جذب کنن، بعد بیان خودشون وسط اهداف شوم خودشون رو دنبال کنن، مردم رو هم دنبال خودشون بکشن. هدف این بود. تفاوت بگذارن مسئولین ما، مسئولین ذی‌ربط، بین اون کسی که بر اثر یه هیجانی همونطور که عرض کردیم از فضای مجازی مثلا فرض کنید که احساساتی میشه، یک کاری میکنه، یک حرفی میزنه، با اون کسی که مرتبط با منافقینه. اینا با هم یکسان نیستن. دیگه این دشمنی بدتر میشه. تمام دنیا چهرهتون رو تخریب میکنن. هیچ تخریبی تا امروز در این 40 سال گذشته اتفاق نیفتاده مگر اینکه منافقین پای اصلیش هستن. ما با منافقین هنوز حسابمون تصفیه نکردیم. ما این حرفا رو بعد از تصفیه حساب خواهیم زد. شوخی هم نداریم. ما هنوز باید اینا بیان پاسخ جنایت هاشون، خیانت هاشون. تمام تخلیه‌های تلفنی عملیاتی، بسیار عملیاتی که ما ناکام شد به خاطر منافقینه. منافقین دونستن عملیات ما رو لو دادن
و عملیات ما شکست خورد. ما کل شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم. شما ملاحظه بفرمایید از 17,000 شهید تروری که در چند روز گذشته یادواره تجلیل از اونها برگزار شد، 16,000 نفر از این شهدای ترور توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدن. این درصد بسیار بالایی است. عملیات‌های متعددی اینها انجام دادن که عملیات مرصاد که از دید اونها فروغ جاویدان نامیده میشه، این عملیات بسیار سنگینی بود. به اندازه قتل عام‌های ناشی از تهاجم هسته‌ای آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما اینا کشته گرفتن از مردم ایران و عراق. شما دقیقاً واقف هستید که اینها بودند که با جاسوسی در محیط هسته‌ای ما یک فضای خیالی و موهومی و تصنعی در نظام بین الملل نسبت به فعالیت هسته‌ای ما ایجاد کردند و هر آنچه که امروز ملت ایران از تحریم، از کاهش تعاملات جهانی و تأثیرات اون میبینه، همه ناشی از خیانتی است که اینها به ملت ایران کرد. خب سازمان هم پتانسیل مالی و سرمایه‌ای داره، هم نیرو و منابع انسانی داره و حتما متحدانی داره. در همه کشورها که بالاخره با نظام جمهوری اسلامی مشکل دارن و دنبال براندازی هستن، یارگیری هایی حتما اتفاق افتاده در پس پرده. شما نگاه میکنید در موضوع اعتراضی مرحوم خانم مهسا امینی، تقریبا همه جریان‌های منتقد جمهوری اسلامی و اپوزیسیون برانداز از تاکتیک خشونت به عنوان یک روش تاثیرگذار استفاده میکنه. این روش همون روش سازمان مجاهدینه که خب سابقه و تجربه سازمان به صورت تشکیلاتی و ابزار میدانی خیلی قابل استفاده است برای جریان‌های اپوزیسیون دیگه که تو این روش نبودن. براندازی به هر قیمتی، این اعتراضات که بخشیش تبدیل به خشونت شد و هزینه تولید کرد، هم برای مردم هم برای نیروهای امنیتی، هم اصلا بخشیش برای مطالبات به حق مردم، چرا به این سمت رفت؟ به دلیل همون نیروهای میدانی سازمان مجاهدینه که دست زدن به شهادت رساندن نیروهای امنیتی کشور. چه اتفاقی میفته در این میانه؟ من ابتدای عرایزم گفتم خدمت شما، تقابل بین مردم و حاکمیت با روش تولید خشونت یک بی‌عرضگی سیاسی رو علی‌الظاهر با هدف گذاری که ما برسیم به اینجا که آقا ببینید نظام قابلیت تولید امنیت و مدیریت امنیتی کشور رو نداره. ببینید چقدر مردم آسیب میبینن، چقدر نظام در مقابل مردم. این تقابل نظام و مردم محور اساسی سازمانه. به نظر من سازمان مجاهدین یکی از مهمترین عوامل تنش‌زاست. این توجه بسیار بسیار لازمه. هر کسی که در این حوزه مسئوله و اختیارات داره و امکانات داره به دو تا موضوع باید توجه بکنه. یک، خطر سازمان مجاهدین بسیار بیشتر از قبل شده. دو، تحلیل تغییر حالت و پوست اندازی این سازمان خیلی مهم. همه سازمان ها و متولیان مربوطه لازمه که خیلی دقیق سازمان رو رصد بکنن. شما هر ناامنی که در کشور میبینید، چه در مسائل مرزی، چه در کارشکنی هایی در عرصه بین المللی شما نگاه میکنید، حتما ردی از سازمان مجاهدین رو میبینید. و من فکر میکنم سازمان مجاهدین خلق امروز سازمان مجاهدین ضد خلقه. به نظر من هیچ تشکیلاتی به اندازه سازمان مجاهدین خلق علیه مردم ایران کار نکرد. اون ترور که 17,000 تروری که مردم کردن که بله، اون به صورت مستقیم بوده. امروز شما تحریم ها رو میبینید. اگر یک روزی 17,000 نفر ما شهید دادیم، امروز هزاران نفر در سایه این تحریم ها در مردم دارن آسیب میبینن. شما نگاه بکنید معمار این تحریم ها کیه؟ پشت حامی این تحریم ها که سازمان مجاهدین خلق با هزینه کردن، با نماینده گرفتن از جریان اپوزیسیون به دنبال کارشکنی در حوزه مذاکرات کشور و این تحریم ها بمانند. حالا اینایی که شنیدیم از خامنه‌ای و مهرهای دیگه رژیم چیزایی نیست که آیت الله BBC ازش خبر نداشته باشه، ولی پرگارچی عمد داره که اینا رو فراموش کنه تا حرف خودش رو غالب کنه.
از قول حضرت سعدی بهت میگم، یا سخن آرای چون مردم به هوش، یا بنشین چون حیوانان خموش. ببین آخه چطوری میشه با ضربه زدن به آخوندها موجب تقویتشون شد؟ 40 سال جنگ بیوقفه با آخوندها در همه زمینه‌ها، از عملیات نظامی، جنگ سیاسی، افشاگری اتمی، دادگاه، همه اینها باعث تقویت جمهوری اسلامی شده؟ اگر مجاهدین باعث تقویت جمهوری اسلامی میشن، پس برای چی شبانه روز داره رژیم با تمام قوا علیشون توطئه میکنه؟ برای چی این همه ازشون کشت؟ موشک باران، بمباران، عملیات تروریستی، اعدام، قتل عام، زندان، معامله، زد و بند. در آخرم خوبه ببینیم که راه حلی که مأمور اطلاعات بفرموده در بوق آیت الله BBC میذاره چیه؟ جامعه خارج کشور باید در تمامیت، من اینو نوشتم هموارم اعلام کردم، باید آگاهانه با همه رویکردهای استبدادگرایانه به اصطلاح سازمان مجاهدین مقابله کنه. ببینید یه وقت از هدف اینه، هدف که مثلا اگه مثلا سازمان مجاهدین اینجاست، اینو برگردونیم تغییر بدیم، خب بیاریمش به جامعه به اصطلاح اپوزیسیون. یه وقت هست که هدف اینه جامعه رو نسبت به همچین تهدیدی اگر بردگشت واکسینه کنیم. من اعتقادم اینه. شما وقتی لفظ واکسینه رو به کار میبرید، این مثال در واقع چیزی که به ذهن متبادر میکنه اینه که این یک ویروسه و شما واکسینش کنید. 100%. خیلی واضح و روشن داره میگه که اصلا کاری به مردم ایران و مشکلات مردم و گرونی و بیکاری و فقر و اینکه کی رو زندان میکنن، کی رو اعدام میکنن، زنا رو سرکوب میکنن، اصلا این چیزا مسئلهش نیست. مسئلهش فقط مسئله همونی که بهش دلار رو داده، یعنی اطلاعات ولی فقیه. مسئلهش همون مسئله اربابشه، یعنی مبارزه با مجاهدین. حالا برای اینکه ببینیم که این واکسیناسیونشون هم چقدر اثر کرده، بریم مثل تصاویر ببینیم. اول خارج کشور. تو داخلم گفت که واکسن زدن دیگه ها، اونم ببینیم. ما قانون‌های شورشی برای سرنگونی رژیم آخوندی کثیف حاضریم. نام تاریخی و راهگشای 30 خرداد 1360 گرامی باد. ارتش آزادی بخش پاسخ آخرمون. درود بر سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران. درود درود درود. مار خامنه‌ای درود و رجب. مار خامنه‌ای درود و رجب. خانم مریم رجبی انشالله به تزدیقا مریم رجبی شخص جد کتاب تبریزه. خب به نظر میاد که این واکسن هم میزان تاثیرگذاریش در حد همون واکسن‌های ولایی مثل برکته. اما اگر تلاش BBC در همدستی با اطلاعات آخوندی به این علته که برای معاملات پرسودش یه جوری دل آخوندها رو به دست بیاره و اینجوری با پنجور کشیدن به نیروی جنگنده‌ای ضد رژیم به خیال خودش آخوندها رو بیشتر سر پا نگه داره، باید بهش گفت که بهتره که از سرنوشت شاه درس بگیره. اگر مددرسانی‌های BBC در زمان شاه که به قول شاملو در اون زمان حرامزاده ترین نوع سانسور رو اعمال می‌کرد،
تونست از سرنگونی شاه به دست مردم جلوگیری کنه، مددرسانی‌های امروز BBC هم میتونه در جلوگیری از انقلاب عظیم مردم ایران کارساز باشه. بنابراین تا روز پیروزی ما فقط میگیم بجنگ تا بجنگیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.